به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شما یک قصه خیلی پندآمیز و تربیوی و حیاتی را به سمع شما رسانم. و البته در وقتی گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله سبحانه و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. دوستان من، این قصه نابت را خوب گوش کنین و به خود یک درس عبرت گیرین و در زندگی خود کمی باشد هم استفاده برین. یک مردی پیش زوجش آمد و گفت: همسر، نمیدونم امروز چی کاری خوبی کردم که فرشته نزدم آمد و گفت یک آرزو کن و من با رضایت الله تعالی فردا برآورده‌اش سازم. زن گفت: ما 16 سال است که با هم زندگی میکنیم اما تا حال فرزندان نشده ایم. آرزو کن که صاحب فرزند شویم. مرد به نزد مادرش رفت و ماجرا را به او هم نقل کرد. مادر گفت: تو که میدانی من سالهاست نابینا شدم و سخت در عذابم، آرزو کن که چشمانم شفا یابند. مرد از نزد مادرش به نزد پدرش رفت و به او هم ماجرا را نقل کرد. پدرش گفت: سالهاست که کارهای من بی برار انجام مییابند و من بسیار قرضدار شدم. از آن فرشته طلبی مبلغ زیاد کن تا که از قرض رها یابم. مرد زیاد فکر کرد که خواسته کدام آنها را اجرا کند. کدام از آنها مهمتر است؟ همسر، مادر و یا که پدر؟ هر سه آنها برای من گرامی اند. بعد فکرهای طولانی راهش را پیدا کرد و صبح فرشته نزدش آمد. گفت: ای مرد، آرزویت را بگوی، انشاءالله با رضای الله تعالی آرزویت عملی میگردد. مرد گفت: آرزو دارم که مادرم فرزندم را در گهواره طلایی ببیند. ببینید دوستان عزیز، فکر و اندیشه را که با یک آرزو هر سه خواهشی هم زن، هم مادر و هم پدرش را طلب کرد. خداوند متعال هر پدر و مادری که نیتی فرزند دارند، فرزندان سالم و صالح نصیب روزه گرداند. و الهی هر برادر و خواهری که در زیر قرض افتادگی‌اند، با لطف و کرم خود از قرض رها گرداند. و هر برادر و خواهری مسلمانی که بیمار هستند، از خزانه غیب خود شفای کامل و عاجل نصیب روزه گرداند. و البته الهی هیچ الله سبحانه و تعالی هیچ بنده را از رحمت خود ناامید نسازد. و الهی از راه شیطان، از وسوسه شیطان لعین، هر یک ما و شما را به راه راست هدایت فرماید. الهی به پدر و مادران و کلی بنده های کلمه گوی ایمان کامل، اراده قوی، عقل سالم، مهر و محبت بین همدیگر، رحم و شفقت بین همدیگر، رابطه خوش و تباری بین همدیگر را مستحکم گردانه و از بین هر یک ما و شما کینه و کدورت، فکرهای پلید و شیطانی، قصد همدیگر، فکر و گمانهای خطا را دور گرداند. زیرا که همه ما روزی ترک دنیا میکنیم، چون که شاعر در مصرعهای خود میگوید: ای دل دمی بیدار شو، مستی مکن هوشیار شو، با اهل ایمان یار شو، رفتند و ما هم می رویم. برای دوستان، دنیا خود دنیای دو روزه، یکی از روز شیرین و دیگر از روز سختی عبارت بوده. هر یکی یک سنجش الله سبحانه و تعالی. خداوند متعال هر یک ما و شما را از بی صبر بودن در حفاظت خودش نگه دارد. خداوند متعال بر هر یک ما و شما صبر و طاعت مستحکم و با قوت نصیب روزه گردانه و در هر مشکلی که به سر می آید یا هر یک شادی که به سر می آید، شکر گفتن را در زبانهای ما و شما جای گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام، دوست و برادری شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی یار و نگهبان همه شما باشد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.